سلام به همگی، امیدوارم که حال همتون خوب باشه. تو ویدیو امروز قراره ما روش ثبت نام توی صرافی x.com رو با هم دیگه مرور بکنیم. خب دوستان، بعد از اینکه وارد صفحه اصلی شدید باید از طریق قسمت ساین اپ وارد بشید. تو اینجا به ما دو تا گزینه آورده که اولی ایمیل و دومی شماره موبایل هستش و ما به شما پیشنهاد نمی‌کنیم که به هیچ وجه از طریق شماره موبایل ثبت نامتون انجام بدید، به دلیل اینکه سرورهای داخل ایرانی خود مشکل دارن با ارسال پیامک‌های بین‌المللی. پس چه بهتر که از همون ابتدا با ایمیل ثبت نامتون رو به راحتی انجام بدید. خب تو این قسمت باید ایمیلتون رو وارد بکنید. تو قسمت بعدی باید پسورد مد نظرتون رو وارد بکنید، یه پسوردی که به حسابتون هستش و یادتون میمونه. و بعد رو گزینه ساین اپ کلیک میکنیم. اینجا میتونیم بذاریم که پسوردمون ذخیره بشه. اینجا این کپچا رو باید کامل بکنیم. خب دوستان، حالا تو این مرحله پسوردی که به ایمیل ما ارسال شده رو باید تو این قسمت وارد بکنیم. و بعد منتظر مونیم تا تایید بشه و مرحله بعد وارد بشه. خب دوستان، حالا ثبت نام ما تو این صرافی x.com به موفقیت انجام شد.